حالت چطوره؟ بچه ها معطلتون نمی کنم. مخلص کلوم اینه که اومدیم هیت دیت رو بررسی کنیم، البته از راه منطقیش. یعنی اینکه کلا نیم چرت و پرت بگیم و یه چیزی بگیم بره، نه، اومدیم بررسی کنیم. این ویدیو هم 4 پارته، این پارت اولشه و اگه خوشتون اومد میذارمش. Let's go. محمد اتمم، بیادبی نمی کنم، فقط آمدم حق بگم داخل این ویدیو. و بله، لوازم آرایشی به طور کلی از کره زمین حذف بشه و پسرها بتونن قیافه واقعی دخترها رو ببینن، درصد حولها به 0 میرسه. سلام، مینام. زیاد صحبت نمی کنم، حرفامو خودتون میشنوید. تو اگه آدم مشکل حل کردن بودی به من خیانت نمی‌کردی. سلام، کیارشم. تو همه جا که پسر سرترن، اینجا هم 100 ما سرتریم. کارتون تمومه. خب چیکار با پارتنرت نمیتونی بکنی که با دوست اجتماعیت میتونی بکنی؟ سحرم، سحرجنگی، 2 پسر هستن که قراره با شادگاه. دوست دختر پلنگه؟ نظرتون راجع به حقوق برابری زن و مرد چیه؟ سوال اول اینه که حقوق برابر چیه؟ حقوق برابر این شرکت کننده های عزیز، هر کدومشون عقایدی که توی مغزشونه و چیزهایی که بهش باور دارن میذارن رو میز. خب و آره دیگه، هر کدوم از خودشون دفاع میکنن از سر اینکه حقوق برابر چیه و از این جور چیزا. خب ما هم میایم در آخر میگیم که چیه و من نیومدم که سیکیم خیاری از اینا رد بشم. نه نریم، اینجا چیزی موجود نی. ما از کسی هم حمایت نمی کنیم، فقط منطق. من حرفاشونم یادداشت میکنم و بعدم در آخر بررسی میکنم، یعنی از طریق منطق. یعنی این نیست که بگم خودم پسرم طرف پسره رو میگیرم، یا اینکه پسرم و از دخترها خوشم میاد و نمیدونم از این جور چیزا. من طرف هیچ کیو نمیگیرم، فقط منطق. برو بریم داداش. مثلا مرد بدون اجازه زنش میتونه خارج از کشور بره، ولی زن بدون اجازه مرد حق خروج از کشور رو نداره. چرا داشت قانون جدید اومده اونم میتونه بره؟ نه نمیتونه. قانونش من خوندم میگن اومده که میگن میاد ولی نمیاد. خب ببین این دیگه مساوی میشه با مهریه دیگه داشت. بابا پول میگیره. خب داره این به اون چه ربطی داره؟ خب مرتبطه دیگه، اگه نداشت میتونست بره. مهریه مساویه با حق خروج از کشور. نه کار، ممکنه تو مهریه رو تحصیل. ببخشی ولی نتونی بازم بری. چه ربطی داره؟ نه کسی که مهریه رو میبخشه دیگه حقش اینه که این حقا رو بهش بدی. اونی که نمیده دیگه مشکل یه سری خودشه. مثلا وقتی نمیدن. مهریه رو زنه میبخشه یه کاری انجام میده، در عوضش مردم براش یه کاری آره انجام دیگه میده. اینا رو میده. خب این موضوع رو شاید نکن. وظیفشه. نه میگم وقتی مرد باید یه مهریه نه به دیگه زن الان بده. مگه نمیگه حقوق برابر؟ خب این چه جوری برابره که همه یه چیزای مرد یکیه، بعد همه چیزای زنم یکیه به علاوه مهریه. این حق اصلی یه زنه. چرا؟ حق اصلی چرا حق اصلی یه زنه؟ مهریه. حق چیه زنه؟ چرا مهریه حق اصلی زنه؟ ببین یه عمرشو میخواد بذاره خب جوون. مردم میخواد یه عمریشو بذاره. نه مرد هرچی میگذره به نظر من پخته تر میشه. تار فکر میکنم ندارم. مرد هرچی گوش میگذره پخته تر میشه برای که پس خودش میتونه بر بیاد، ولی زن از یه جایی بعد که سنش بگذره نمیتونه، یعنی بهش کار نمیدن جایی که بتونه پس خودش بر بیاد. خب این مشکل نمیتونه مرداست. پس خودش- خب بالاخره مردم به سنی برسن دیگه نمیتونن کار کنن. اینجا برابری در کار نیست. این مشکل مردا نیست به نظر من. کلا برابری خب یعنی در مرد کار باید تاوانی اینو نیستش. بده که تو نمیتونی کار کنی و بهت مهریه بده. خب چرا 100%. میاد زن میگیره؟ خب دیگه اشتباه یعنی میکنه. من همیشه میگم خرج مگه زندگی رو بدیم با اون زن، با ازش جدا میشیم، خرج آینده اون زن ما داریم دوباره میدیم بله. بهش. چرا؟ یعنی چرا؟ یه زن و مرد به اختلاف میخورن، نه تقصیر این، نه واقعا به اختلاف تو خارج از کشور اینطوری نیست. ببین وقتی تعامل جدا باشه. میشن انگار هم خیلی همه چی اوکی. ولی خارج از کشور زنا پا به پای مردا کار میکنن، رفتگری. الان هم همینه، توی ایران شما تو هم رفتگری همینه. و توی ایران آره کار می‌کنی. نظافتچی هم من داریم. ندیدم زنی رفتگر زن باشه. نظافت حالا بیرون نه ولی شاید توی خونه کار خب کنه. چرا بیرونه؟
شاید بیرون ولی توی خونه خب کار چرا کنه. بیرون؟ بیرون چرا هم بیرون نه؟ شاید کار میکنه. خب شاید اجازه کار بهش نمیدم به زن که بخواد بره بیرون گفتگری کنه. وگرنه اجازه پاش کار بود بهش چرا نمیده؟ بعضی زن‌ها کی کارا اجازه کار انجام بهش میدن. نمیده؟ کلا خود مردا. همین شوهره نمیذاره. درست. ببین نصف مردای ایرانی نمیذارن. اولش میگن دختر مستقل کار میکنه، میگه تو بیا با من ازدواج کن عزیز دلم. بعد که ازدواج کردیم اوکی بری کار کنی. بعد تو ازدواج میکنی میبینی نه دیگه لازم نکرده فلان همکارت به تو اینجوری نگاه کرده فلان تیکر انداخته من دیگه خوشم نمیاد فردا بریم. اون وقت باید چیکار کنه؟ آنلاین شاپ بزنه. این به نظرم ایده خیلی بهتریه و اینم یه کاری حرفی ندارم از این راحت. موضوع. این واقعا درسته. خیلی راحت میتونی کار کردن تو اینجا خیلی درست است. سوال بعد. ولی خب یه موضوعی هست، این که تو وقتی که میری پول در میاری اون پول خرج خودت میکنی، ولی اون مرد مجبوره که اون پول خرج دو نفرتون بکنه. من خیلی دیدم توی زندگی اون پولو میارن. نه اصلا ندیدم. ربطی نداره. من ندیدم. نه واقعا من ربطی ندیدم. نداره. نیست. یه سری درصد اون مردان میگه میارن هستن ولی که خب خرج منت دیگه نمیکنن البته. اصلا. میارن ولی با منت. مثلا میاره بعد فردا که به مشکل میخوره میگه من تو رو جمعت کردم. من تو رو خرجت هم که ما میدادیم. همینو میگن ربطی نداره مردان. نه مردم من ندیدم همچین چیزی چرا؟ بگم. من تا حالا مردی اتفاقاً. ندیدم. ببین من مامانم یه زمان توی خونه اول کار میکرد. خب بله. آقا تو خونه کار میکرد و اینکه اون پول رو بدون هیچ منتی میآورد برای من و برادرم لباس میخرید، میرفت خوراکی بیشتر میخرید، یک کلمه هم نمیمد به بابام بگه که من دارم کار میکنم یا چیزی. بعدترم رفت بیرون کار کرد و انگار ننگار هیچ منتی نذاشت. خب منت رو در صورتی میزنن که مرده میگه خب این داره کار میکنه ولش کن بذار من بمونم خونه استراحت کنم کمتر بهش پول بدم. منت رو در اون صورت میذاره تا که ایشون میدونه میوت باشه. بذار همیشه حرف بزنم تو رو خودتون حرف بزن. آره بابا این نامردی خوب. خب بچه‌ها سوال تموم شد. بریم واسه بررسی کلا. بچه‌ها یه چیزی رو بگم. من کلا کلیتی در نظر میگیرم. میبینیم مثلا نمیام که خیلی تخصصی برم زیرش و از اینجور چیزا، چون که 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا 9 یا 10 تا کلا چیزایی که واسه این دختر و پسرا مشکل بود و اینا سرش جر و بحث کردن رو در آوردم و توضیح میدیم دیگه. اول حقوق برابر چیه؟ بچه ها نگاه کنید. حقوق برابر خودش یک نابرابریه. یعنی چی؟ فرض کن، البته هر جوری که میتونید باید حقوق برابر رو رعایت کنید. مثلا اگه یه زن میتونه مهریه بگیره، خب میتونه مهریه بگیره، باید مردم بتونه مهریه بگیره، چون در این صورت بهش میگن حقوق برابر. ولی فرض کن حقوق برابر این باشه که کلا همه جامعه یک سطح باشن. نمیشه. خدای ببین یکی که توی خونه میخوابه، خب یکی که توی خونه میخوابه با یه دکتری که داره مغز عمل میکنه و کلا کارهای فوق‌العاده سختی انجام میده یه حقوق میگیرن. فرض کن اونی که میخوابه 10 میلیون میگیره، اونی هم که داره مغز عمل میکنه 10 میلیون میگیره. یا مثلا یکی توی معدن کار میکنه 10 میلیون میگیره، یا کسی که کارمند 10 میلیون میگیره. نمیشه. این از حقوق برابر. خب بچه‌ها خروج از کشور ربطی نداشت. نگاه کن چرا خب یه سوال، چرا باید اون زنه بره خارج از کشور؟ اصلا ربطی به این موضوع نداشت. کلا یه چیز خوبی نبود واسه این موضوع. اصلا خارج از کشور یه زن ربطی به این موضوع نداشت. اگه تو میخوای بری خارج چرا با شوهرت نمیری؟ خب چرا با شوهرت نمیری؟ میگی میرم مسابقه، میگی میرم مسافرت. خب با شوهرت برو، با خانواده‌ات برو. اصلا نگاه کن این چیزا ربطی نره. 2. مهریه حق اصلی زنه. نه،
مهدی چرا حق اصلی زنه؟ نباید باشه. فکر کن خب اصلا تو به اختلاف میخوری، خب به اختلاف میخوری، اصلا نه اون تو رو قبول داره نه تو اونو، خب هیچ راهی هم نداره که پیوند زن و شوهرتون با هم دیگه خوب بشه. خب چرا باید مهریه بدی؟ اصلا یه چیز بدیه، اصلا کلا نباید باشه. البته به فرهنگم بستگی داره، چون که تو واقعا کار از محکم کاری عیب نمیکنه. برادر من نگاه کن، 90% خیانت ها واسه مرد، نه واسه یه مرد نیست، واسه کسایی که واسه نمیدونم چجوری توضیح بدم، انسان بی‌نهایت طلبه. خب وقتی که از اون مهریه نترسه، میتونه بره سراغ یکی دیگه، خیلی راحت و ساده میتونه بره سراغ یکی دیگه. واسه این بی‌نهایت طلبیه که از این کار محکم کاری میکنن. واسه دخترام یه چیزایی هم هست، یه آمار و ارقام و اینجور چیزایی هم هست که اونا رو هم دستشونو بند بکنه و دیگه نتونن برن خیانت بکنن. خب خرج آینده و اختلاف بین زن و مرد، نگاه کن، تو داری کار میکنی، خب داری کار میکنی، خرج خودت میکنی و خرج اونم میکنی. خب بعد اگه از رابطه بین همدیگه خوشتون نیاد، اصلا فرض کن ازدواج کردی، اصلا نمیخوایش، اصلا نمیتونی تحملش نمیکنی، اخلاقش بده یا هر چیزی که هست، خب یه دفعه چرا باید تو مهریه بدی؟ چرا باید خرج اون رو هم بدی؟ تو خودت از اول خرج اون رو دادی، خرج عروسی رو دادی، خرج همه چی رو دادی، بعد باید خرج اونم بعد این که ازت خوشش نیومدم بدی؟ اگه اینجوری باشه یعنی 2 یا 3 سر باختی، کلا نمیشه، اصلا ربطی نداره. زن و مرد در خارج پا به پای هم کار میکنن. خب اینجا نوشتم، نگاه کن، زن و مرد توی فرهنگا کلا مختلف تعریف شده، چون که الان توی ایران نمیتونی واقعا یه زن رو رفتگر کنی، چون که مشکلات اقتصادی و یه چیزایی هم هست که نمیتونم مطرح کنم. خب ولی تو اگه اینجوریه قبول داری که مادر خودت یا خواهر خودت بره رفتگری کنه ساعت 12 یا 1 شب، بره توی خیابون، اونم تنها، معلوم نیست کجا یا چی و از اینجور چیزا، و بره اونجا کار کنه؟ نه نمیذاری. اگه بگی میذارم داری دروغ میگی. منو شاید بتونی گول بزنی ولی خودتو نمیتونی. به زنها اجازه کار نمیدهند. نگاه کن، اگه این در صورتی درسته که تو واقعا غنی باشی، یه مرد غنیه و نمیذاره که خانومش کار کنه، اینو میتونی که یه حقی بهش بدی، ولی باید مرد اول غنی باشه. خب یعنی انقدر پول داشته باشه که زن مجبور به کار کردن نباشه، بعد میتونی. ولی اگه یه زن علاقه داشته باشه مثلا به آرایشگری یا چیزی، باید اجازه بدی. شوهر مانع زن میشود در کار. یعنی چی؟ یعنی اینکه شوهر توی کار کردن یه زن مانع میشه. خب اگه محیط کاری اون زن یا اون خانوم اشتباه باشه، واقعا باید شوهر دخالت کنه، چون فرض کن کلا توی اداره هستی، فقط 2-3 تا یا یکی زن توی
اون اداره هست اونم زن خودته، قبول میکنی که بره بین اون همه مرد؟ اصلا نمیشه، نداریم. و از اینجا میتونه شوهر مانع کار کردنش باشه و جای مناسبی اگه نیست باز هم میتونه مانع اون باشه. مرد پول رو خرج دوتاشون میکنه. خب راسته. نگاه کن، اون اول گفت که زن یا مرد میان منت میذارن سر همدیگه که من خوبت کردم، من تو رو به اینجا رسوندم و از اینجور حرفا. نگاه کن، منت گذاری جاییه که به اختلاف بخورید. خب یا اون آدم حریص باشه، اون آدم حریص باشه و نباید باشه، چون چیز واقعا اشتباهه، از بیخ اشتباهه. حریص بودن اشتباهه، اصلا کاری به اینا نداریم، چون که اون به ذات مرد، اون شخصیت اون مرد یا شخصیت اون زن و خانوم بستگی داره. پس نمیتونیم عامیانه یا کلیت رو در نظر بگیریم و کلا بگیم یه نتیجه بگیریم واسه همه. نه، نمیشه. همین بود دیگه. پس حقوق برابر درست نیست. حقوق برابر درست نیست. جایگاه اون فرد مهمه. یعنی چی؟ یعنی هر کی باید جایگاه خودش رو بدونه، بعد زیاده روی نکنه، حریص نباشه، طمعکار نباشه. پس حقوق برابر درست نیست و نباید باشه، چون که سوء استفاده از این خیلی زیاد میشه. فرض کن کلن همه 10 میلیون میگیرن. خب همه 10 میلیون میگیرن، 100% توی اون کشور یا توی اون محیط یا توی اونجا سوء استفاده خیلی خیلی زیادی میشه، خیلی بیشتر از این. خب ولی خدا رو شکر خیلی از کشورها و خیلی از جاها به اندازه کاری که میکنن پول میدن، یعنی به اندازه کاری که براش ارزش قائلن پول میدن و این مشکل رو نداریم. خب بچه ها، خیلی ممنونم که تا اینجا اومدین. اگه خوشتون اومد من میتونم که پارت 2 رو هم واسهتون آپلود کنم. کاری به من نرید من برم.